با سلام. مجمع عمومی ملل متحد و اجلاس سالانه سران که برای همه کشورهای دموکراتیک هر بار فرصتی برای ارائه و پرزنته کردن اهداف و برنامه‌هاشون به همه دنیاست و میتونن در اونجا خیلی از ملاقات‌ها رو بدون دردسر و تشریفات زیاد انجام بدند، برای حکومت ولی فقیه هر بار یک دردسر بزرگ محسوب میشه. اما این دردسر امسال اونقدر بزرگ بود که خامنه‌ای اصلا رئیسی رو نفرستاد نیویورک. حالا اینکه رئیسی که تازه سر کار اومده چرا به این سفر نرفت، سوالات زیادی رو برانگیخت. راهش دور بود، دل و دماغ سفر نداشت، بلیط گیرش نیومد، خرج سفر نداشت. اینجا بود که 23 طبق رسالت مالکشیش وارد شد تا همه این ابهامات رو برطرف کنه. سخنگوی وزارت امور خارجه علت نرفتن رئیس جمهور به نیویورک را این گونه توضیح داده: به خاطر شرایط ویژه کرونایی و پروتکل هایی که باید قبل و بعد سفر انجام میشد، ایشون ترجیح دادن که این سفر فقط وزیر محترم امور خارجه تشریف ببرن. دیگه حتی وقت نمیذاره دروغ هایی که میگه رو تر و تمیزش کنه. راست میگه، به خاطر شرایط کرونایی و پروتکل هاش، یعنی دستتو بشور، ماسک بزن، فاصله اجتماعی رعایت کن، خیلی سخته. اصلا دخلش به خرجش نمیارزه. فقط یه سوالی پیش میاد، پس چرا همین 2 روز پیشش که رئیسی رفته بود سفر تاجیکستان شرایط براش کرونایی نبود؟ بله، این تصاویر که مشاهده میکنید مربوط به 3 سال پیش و دوران قبل از کرونا نیستا، مال همین هفته قبل از اجلاس ملل متحده. کجا؟ پایتخت تاجیکستان، یعنی شهر دوشنبه. همونطور که میبینید برای رئیسی فضا خیلی پروتکلیه، خیلی سانتیمنتال، با هم دست میدن بدون ماسک. آقای پوتین حالشون چطوره؟ بله، اونجا اینا دغدغه پروتکل کرونا نداشتن. تازه اینکه تاجیکستانه، همین رئیسی عشق سفر قبل از اون تو همین استانهای کشور خودمون که کرونا توش قوقا میکنه هم میرفت و میومد. مثلا اینجا در سیستان بلوچستان شونه به شونه پروتکل دار داره برای خودش میچرخه. یا حتی اینجا در استانهای قرمزی مثل خوزستان تا توی خود بیمارستانهای کرونایی هم میرفته. اصلا مشکلی هم به اسم پروتکل اونجا مانع سفر نبود. علتش چیه؟ چون زدن، خوبش هم زدن. آقا گفتید واکسن کجایی زدن؟ آمریکایی. معلوم شد جنس خوب زدن. پس مشکل پروتکل بهداشتی برای نرفتن رئیسی به نیویورک یه شوخی بیمزه بیشتر نیست و حتما دلایل دیگه‌ای وجود داره که تلویزیون آخوندی نمیخواد به اونها نزدیک بشه. یکی از این دلایل میتونه ترس رئیسی از سخنرانی زنده باشه، چون در این زمینه رئیسی اصلاً کارنامه درخشانی نداره. شما همین چند تا سخنرانی اخیرش رو که گوش کنی با کلمات و ترکیب‌های تازه‌ای مواجه میشی که مرزهای ادبیات فارسی رو جابجا کرده. به عنوان کسی که میخواد کشور رو تدبیر المدن مسئله مهمی هستش. آسیا جایگاهی است که مدنیت منطقه آسیا در جای این منطقه قابل بحث و مذاکره است. ترکیب 2 ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند بی دلیل نیستش که حتی حضور آنلاینش هم حضور نبود، فقط یک پیام ضبط شده ارسال کرد. اما اگر دلیل جدی برای عدم حضور رئیسی میخوای، اینو نگاه کن. دلیل جدی، انقلابی، فوری، از طرف کی؟ مشاور امور سیاسی رئیسی. این یارو محمد جمشیدی چی گفته؟ میگه علت عدم حضور رئیسی داشتن کار زیاد در داخل کشور بوده. آخه چطوره که برای گرفتن دکترای افتخاری توی تاجیکستان وقت داره ولی برای مهمترین اجلاس سیاسی جهانی وقت نداره؟ انباشته کار داره؟ مثلا توی این 1 هفته که نرفته نیویورک کدوم کار مهمی رو انجام داده که بعدش نمیتونست انجام بده؟ وقتی میخواین دروغ بگین یکم براش کار کنید. این یکی روزنامه علت عدم حضور رئیسی رو خیلی مبهم مربوط به سابقه کاری رئیسی دونسته. سابقه کاری، یه عدد 30,000 اعدام، سال 67 زندانی، چیزی یاد نمیاد؟ اوکی، سابقه کاری درسته. بریم این یکی.
میگه چون احتمال میدادن اگر رئیسی میخواست بره آمریکا بهش شاید ویزا ندن نرفته، ولی اینکه چرا به این یکی ممکنه ویزا ندن رو اینجا نمیگه. شاید یکی از دلایلش این باشه که 6 سناتور آمریکایی به بایدن نامه زدن که به رئیسی اجازه ورود به خاک آمریکا رو نده. شاید. اما در این یکی رسانه حکومتی یک دلیل یک کم جدی‌تر مطرح شده که میتونه نرفتن رئیسی به نیویورک رو رمزگشایی کنه. شاید یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها این باشد که عکس‌العمل‌هایی در خارج از کشور به صورت تظاهرات از سوی ایرانیان مقیم خارج انجام شود. اتفاقاتی از این دست سبب شود که یک نتیجه منفی به دست آید و طبیعتاً در این صورت انجام سفر به دردسر آن نمی‌ارزد. خب با اینکه رئیسی به این سفر نرفت تا دردسری براش ایجاد نشه، اما در عمل شد حکایت آش نخورده و دهن سوخته. چون ایرانیان خارج از کشور باز هم تظاهرات خودشون رو نه فقط در نیویورک بلکه به طور همزمان در چندین پایتخت جهان برگزار کردند و رئیسی رو رسوای عالم کردند. علاوه بر همه دلایل قبلی که شاید هر کدوم هم به میزانی تاثیر داشتند، اصلی ترین دلیل عدم حضور رئیسی در نیویورک یه چیزی شبیه به دلیل نرفتن رفسنجانی به نیویورک است. موضوع آقای رئیسی کاملا با دیگر رؤسای جمهور متفاوت است. چیزی شبیه هاشمی رفسنجانی. شرایط ایران بعد از وقایع میکنوس به گونه‌ای بود که آقای هاشمی ترجیح دادند در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکنند. وقایع میکنوس که اشاره میکنه منظورش همون حکم دادگاه میکنوس در آلمانه که حکم جلب بین‌المللی نه فقط برای رفسنجانی بلکه برای خامنه‌ای و فلاحیان هم صادر کرد. پس یعنی داره میگه رئیسی هم از ترس دستگیری و محاکمه نرفته نیویورک، چون همین الان محاکمه یکی از بردستای خودش در جریانه. در حال حاضر در استکهلم سوئد دادگاه حمید نوری در جریان است و به کرات در آنجا اسم آقای رئیسی برده شده. البته باز اینجا هم توضیح نمیده که اسم رئیسی رو در ارتباط با چه جنایتی بارها توی این دادگاه مطرح کردند. بچه‌های کرج بچه‌هایی بودن که سال 61 62 در دادگاه رئیسی محاکمه شده بودن و رئیسی موقع بعد هاشیم که رئیس عضو دادگاه و رئیس اونا رو صدا کرد، همه اونا 8 و 9 اعدام شدن. بعد چون رئیسی اینو میشناخت به طور مستقیم اینو از بند اومدن صدا کردن بردن جلوش. Är det Ibrahim Raisi som du syftar på? وقتی شما میگین رئیسی منظورتون ابراهیم رئیسیه؟ بله، ابراهیم رئیسی زمان رئیس دادگاه کرج بود. رئیس اون کمیته مرگ و رئیسشون این بوده؟ نفر اول این بوده، نفر دومش رئیسی که الان رئیس جمهور ایران. فرضیه دستگیری رئیسی حتی به اذعان برخی رسانه‌های حکومتی خیلی هم دور از ذهن نیست. مثلا اینجا اشاره میکنه چون در آن کشورها دادگاه‌ها مستقل هستند، ممکن است ایرانیان مقیم یا نهادها و سازمانها اقداماتی علیه او انجام دهند. کما اینکه در سفر هاشمی شاهرودی به آلمان هم شاهد چنین اقداماتی بودیم. در سفر هاشمی شاهرودی شاهد کدوم اقدامات بودیم؟ تا بحث تهدید تعقیب غذایی شد از بیمارستان فرار کرد، طوری که برگشت ایران با همون بیماری و چند وقت بعد هم مرد. یعنی اینه تهدید، ایناست. اقدامات اون نهادها و ایرانیانی که میگم یکی دوتا نبودن، یکیش فقط عفو بین‌الملل. عفو بین‌الملل خواستار تعقیب قضایی ابراهیم رئیسی بابت جنایت علیه بشریت شد. یه قلم نامه 400 شخصیت ایرانی مقیم آمریکا به بایدن برای محکومیت رئیسی رو داشتیم. همچنین نامه 160 زندانی سیاسی به بایدن رو داشتیم باز در جهت محکومیت رئیسی. علاوه بر همه اینها صدها فعالیت و تجمع و نمایشگاه و آکسیون که در همین مدت علیه رئیسی برگزار شد. به همه اینها باید فعالیت‌های کاربران ایرانی و کمپین‌های بزرگ در فضای مجازی رو هم اضافه کرد که طوری هشتگ رئیسی جلاد 67 رو ترند کردند که حتی خبرگزاری تصنیم هم از دستش در رفت و با هشتگ رئیسی جلاد 67 خبر توییت کرد.
اینم وزیر خارجه سابق آمریکا مایک پومپئو یک روز قبل از پخش سخنرانی رئیسی در سازمان ملل. I came to know Raisi when I was the CIA director. He should be prosecuted. Not tomorrow, not next week, not next year, but we should prosecute him now. حال بعضی از کارشناسای رژیم میگفتن که رئیس جمهور طبق قوانین بین المللی مسئولیت داره. یعنی اینا هم قبول دارن که رئیسی جنایتی مرتکب شده، اما چون هنوز دادگاه لاهه براش حکم نداده مسئولیت داره. اما وقتی به همین قوانین بین المللی هم خوب نگاه میکنی میبینی که این مسئولیت در برابر جنایاتی که رئیسی مرتکب شده کم میاره. این مسئولیت تا زمانی وجود دارد که اعمال مجرمانه منتسب به مقامات عالی رتبه کشورها در چارچوب انجام وظایفشان صورت گرفته باشد. در غیر این صورت در ارتکاب جرایمی همچون نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم بر ضد بشریت آنها نیز به مانند سایر افراد فاقد مسئولیت بوده و نمیتوانند برای فرار از محاکمه و مجازات به مسئولیت استناد کنند. پس نتیجه میگیریم که اون دلیلی که باعث نرفتن رئیسی به نیویورک شد وحشت از احتمال تشکیل پرونده قضایی و بی‌آبرویی چندین برابر برای نظام آخوندی بود. و نرفتن رئیسی نشون داد که درصد این احتمال هم بسیار بالا بوده. این نشون میده که تا همین جای کار فعالیت‌های یاران مقاومت ایران اونقدر تاثیرگذار بوده که چنین شکستی رو به رژیم تحمیل کرد و به قول این رسانه رژیم فرصت حضور در سازمان ملل در شرایط خاص منطقه برای رژیم از دست رفت. در آینده هم رئیسی یا نباید به هیچ کشور دموکراتیک سفر کنه یا اگر خربزه خورد باید پای لرزش هم بشینه. هم تجمع هست، هم اعتراض و هم تعقیب قضایی. وقت بخیر و خدا نگهدار.